5 فیلم جدیدی که به نفعتون تنهایی و توی گوشیتون اونا رو تماشا کنید. سلام دوستان، امروز میخوام 5 فیلم رو بهتون معرفی کنم که همگی در سال 2024 منتشر شدن و درجه سنی R رو دریافت کردن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که درجه سنی R دقیقاً یعنی چی؟ در کشور آمریکا یه نهادی وجود داره به اسم سازمان نظارت بر محتواهای فیلم‌های سینمایی. این سازمان میاد فیلم‌ها رو بررسی میکنه و اونا رو از لحاظ سنی برای بینندگان درجه بندی میکنه. یعنی مثلا میگه که فلان فیلم به دلیل وجود صحنه‌های خشن یا الفاظ رکیک یا برهنگی یا سکانس‌های جنسی برای افراد مثلا زیر 15 سال مناسب نیست. یکی از درجه‌های سنی که این سازمان از اون استفاده میکنه درجه سنی R هستش. وقتی یه فیلم درجه سنی R رو دریافت میکنه یعنی یک فیلم کاملا بزرگسالانه و مثبت 18 تلقی میشه و افراد زیر 18 سال اجازه ندارن اون رو ببینن. حالا بدون هیچ حرف اضافه‌ای بریم سراغ معرفی 5 فیلم بزرگسالانه سال 2024 میلادی. اولین فیلمی که توی این لیست میخوام بهتون معرفی کنم فیلمیه به نام چالنجرز که در ایران با عنوان چالشگران ترجمه شده. این فیلم در رسانه‌های آمریکا لقب سکسی ترین فیلم سال رو دریافت کرده. فیلمی با بازی زندایا و کارگردانی یک فیلمساز ایتالیایی به نام آقای لوکا گواداگنینو که قبلا فیلم کال می با یور نیم رو ازش دیده بودیم. داستان فیلم چالنجرز درباره یک خانم تنیسور به نام تاشیه با بازی زندایا که قبلا یک ستاره تنیس بوده اما به دلیل مصدومیت این ورزش رو کنار گذاشته و حالا مربیگری میکنه. شوهر تاشی یک آقای به اسم آرت که اونم بازیکن تنیسه و چند وقتی بدبیاری میاره و از رقابت‌ها دور شده. خانم تاشی تصمیم میگیره مربی شوهرش بشه و اون رو برای مهمترین مسابقه گرند اسلم سال آماده کنه. اما توی روز مسابقه وضعیت عجیبی اتفاق میفته. طبق قرعه کشی آرت باید توی مسابقه اول به مصاف بازیکنی به اسم پاتریک بره که از قضا این آقای پاتریک دوست صمیمی آرت و دوست پسر سابق همسرش یعنی تاشی بوده. اینم بهتون بگم که هم آرت و هم پاتریک جفتشون دو جنسگرا هستن، یعنی هم به مردا علاقه دارن و هم به زنها. خلاصه این سه دوست و دلداده قدیمی قرار یک ملاقات عجیب و جنجالی داشته باشن که بیشتر از این دیگه نمیگم که براتون اسپویل. بریم سراغ فیلم دوم این لیست، فیلمی با عنوان Anyone But You یا هر کسی به جز تو. یک فیلم کمدی و عاشقانه با بازی سیدنی سوینی و گلن پاول. حاشیه‌های زیادی پیرامون این فیلم اتفاق افتاده بود. مثلا قبل از اکران فیلم یه شایعه‌ای پخش میشه توی رسانه‌ها مبنی بر اینکه سیدنی سوینی و گلن پاول توی این فیلم واقعاً با هم رابطه جنسی داشتن و به نامزدهاشون خیانت کردن. البته چند ماه بعد از اکران فیلم گلن پاول توی یه مصاحبه اعلام کرد که این شایعه رو خود سیدنی سوینی ایجاد کرده بود تا فروش فیلم بالا بره و بیشتر دیده بشه. داستان این فیلم درباره دختری به نام بی و پسری به نام بن هستش که با همدیگه آشنا میشن و قرار اولشون خیلی آتشین و رمانتیکه. اما این عشق آتشین خیلی زود سرد میشه و رابطه اونها به سرعت به جدایی ختم میشه. 6 ماه بعد این زوج همدیگه رو به طور کاملا اتفاقی توی یک مراسم عروسی در سیدنی استرالیا ملاقات میکنن. یه سری شرایط اونجا پیش میاد و بن و بی جفتشون سینگل میشن و مجبور میشن توی مراسم عروسی نقش یک زوج عاشق پیشه رو بازی کنن در حالی که اصلاً از هم دیگه خوششون نمیاد. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی فیلم سوم این لیست اینو بهتون بگم که تمامی فیلم‌های این لیست و همه فیلم‌هایی که توی کانال یوتیوبمون معرفی می‌کنیم رو میتونید همین الان به صورت بدون سانسور و کاملا رایگان از کانال تلگراممون با آیدی مود با 2 تا دی دانلود کنید. بریم سراغ فیلم سوم، فیلمی با عنوان Drive Away Dolls که در ایران 4مین فیلم بزرگسالانه سال 2024 که توی این ویدیو میخوام بهتون معرفی کنم فیلمیه با عنوان Love Lies Bleeding که به زبان فارسی میشه عشق، دروغ، خونریزی. این فیلم هم تم عاشقانه داره و هم تم جنایی و دلهره آور.
توی این فیلم کریستین استوارت نقش اول رو بازی میکنه و این فیلم هم مثل فیلم قبلی یک فیلم همجنسگرایانه است درباره رابطه دو دختر لزبیان. توی این فیلم کریستین استوارت نقش مدیر یک باشگاه بدنسازی رو بازی میکنه که عاشق یک زن بدنساز عضلانی و ورزیده به اسم جکی میشه و عشق سوزانی بین این دو زن شکل میگیره. همه چیز داره رمانتیک پیش میره تا اینکه مشخص میشه پدر لو با بازی کریستین استوارت یک گنگستر خلافکار مهم در نیو مکزیکو به حساب میاد و این زوج لزبیان به طور ناخواسته‌ای وارد یک مخمسه جنایی وحشتناک و خونین میشن. پنجمین و آخرین فیلم این لیست فیلمیه به نام The Idea of You که به فارسی